کشورها در اشکال، اندازه‌ها و انواع مختلفی از افراد با پیشینه‌های گوناگون برپا شده اند. چگونه اطمینان حاصل کنیم که همه این افراد متنوع دارای نمایندگی سیاسی کافی هستند؟ یک راه حل سیستم سیاسی به نام فدرالیسم است. تنها 30 کشور از 195 کشور جهان فدراسیون هستند، اما این 30 کشور با هم 40% از جمعیت جهان را نمایندگی می کنند. به عبارت دیگر، تقریباً نیمی از مردم جهان توسط یک سیستم سیاسی فدرال اداره می شوند. اما فدرالیسم دقیقاً چیست و چرا ممکن است یک کشور سیستم فدرال را اتخاذ کند؟ بهتر است قبل از پاسخ به سوال به این بپردازیم که اساساً دولت چیست و چرا آن را داریم. به طور ساده، دولت سیستم خاصی برای نظارت بر یک منطقه خاص است و مانند یک کشور یا ایالت متشکل از افرادی است که تصمیماتی مانند تصویب قوانین برای آن حوزه می‌گیرند و اوضاع را پایش می‌کنند. گاهی اوقات این افراد انتخاب می‌شوند و گاهی اوقات توسط مقامات دولتی منصوب یا استخدام می‌شوند. داشتن یک دولت برای حفظ امنیت و محافظت از مردم مهم است. دولت متشکل از افرادی است که گرد هم می‌آیند و مجموعه ای از قوانین را سازماندهی می‌کنند. برگردیم به سوال قبل. فدرالیسم چیست و چرا ممکن است یک کشور سیستم فدرال را اتخاذ کند؟ پاسخ این است که فدرالیسم راهی عملی برای گروه‌هایی از مردم فراهم می‌کند که با مسائل مشترک و همچنین تفاوت‌های مهم با یکدیگر زندگی کنند. آنها این کار را با تقسیم قدرت در مورد مسائل مشترکشان مانند تجارت بین‌المللی انجام می‌دهند. در عین حال این گروه‌ها سطحی از خودمختاری را در منافع خودشان مانند آموزش، سلامت و رسانه‌های جمعی حفظ می‌کنند. به همین دلیل فدرالیسم توسط کشورهای بزرگی مانند هند، ایالات متحده، برزیل، آلمان، مکزیک و نیجریه انتخاب شده است. فدرالیسم همچنین توسط کشورهای انتخاب می شود که دارای ترکیب جمعیتی گوناگون هستند. در بخش‌های مختلف کشور زندگی می کنند و می خواهند هویت فردی خود را حفظ کنند، مانند بلژیک، سوئیس و نپال. به عنوان پاسخی به این چالش‌های اندازه و تنوع، فدرالیسم می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. و از آنجایی که هیچ کشوری دقیقاً شبیه کشور دیگری نیست، هیچ دو سیستم فدرال مشابهی نیز وجود ندارند. با این حال، فدرالیسم دارای برخی ویژگی‌های متمایز است که آن را از سایر اشکال تمرکززدایی جدا می‌کند. در یک سیستم فدرال حداقل 2 سطح حکومت وجود دارد. اول، دولت مرکزی که گاهی به آن سطح فدرال یا اتحادیه میگویند و در رابطه با مسائل مهمی که بر همه افراد کشور تأثیر میگذارد، کشور را اداره میکند. این معمولاً شامل مواردی مانند استراتژی نظامی، سیاست خارجی، تجارت، شهروندی، سیاست اقتصادی کلان و زیرساخت‌های ملی است. سطح دوم دولت در ایالت‌ها، مناطق، استان‌ها یا سایر نهادهایی که کشور به آن تقسیم شده است، فعالیت می‌کند. هر یک بر سیاست‌ها و قوانینی که مستقیماً بر مردم خود تأثیر می‌گذارد، کنترل دارند. این اغلب شامل ارائه خدمات مانند جاده‌ها و خدمات بهداشت عمومی و همچنین موضوعاتی با اهمیت فرهنگی مانند آموزش است. میزان تمرکززدایی و توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها بین کشورهای فدرال بسته به نیازها و شرایط آنها بسیار متفاوت است. در نیجریه حفاظت از محیط زیست در حیطه اختیارات یک ایالت است، اما در مالزی در امتداد خطوط فدرال اداره می شود. در برخی از سیستم‌های فدرال، بخش‌هایی از اختیارات بین 2 سطح حکومت مشترک است.
برای مثال، هم پارلمان هند و هم مجلس قانونگذاری ایالتی می توانند قوانینی را در مورد دستگاه قضایی و برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی تصویب کنند. اما اگر بین آنها تضادی وجود داشته باشد، قوانین مرکزی ارجحیت دارد. دومین ویژگی فدرالیسم این است که فرآیندها و مکانیزم‌هایی را فراهم می‌کند که از طریق آن استان‌ها یا مناطق مختلف می‌توانند در تصمیم‌گیری در سطح کشور شرکت کنند. در کانادا، شورایی متشکل از رؤسای دولت‌های استانی برای بحث در مورد موضوعات مشترک و هماهنگی جهت ارائه خدمات تشکیل می‌شود. به عنوان مثال، اگرچه مراقبت‌های بهداشتی در کانادا در درجه اول یک دغدغه استانی است، اما شورا به وزرای استانی این امکان را داده است که با یکدیگر همکاری کنند تا قیمت‌های دارویی را در سراسر کشور کاهش دهند. ویژگی سوم این است که در سیستم‌های فدرال اختیارات و مسئولیت‌های سطوح مختلف حکومت در قانون اساسی ذکر شده است. این امر مانع برهم زدن آسان توافق فدرال می شود. مناطق یا استان‌های ایالتی حق وتو تغییرات قانون اساسی را دارند تا دیگر هیچ یک از سطوح حکومت نتوانند به طور یکجانبه اختیارات را از دیگری سلب کنند. قانون اساسی باید شامل یک نهاد قضایی بی‌طرف مانند یک دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی باشد که این قانون را به شیوه منصفانه و متعادل اجرا کند. فدرالیسم یک توافقنامه قانون اساسی است که به جوامع مختلف مردمی ساکن در مناطق مختلف این امکان را می‌دهد که همه با هم در یک کشور زندگی کنند. این توافق اتحاد مردم یک کشور را به رسمیت می‌شناسد و در عین حال از استقلال و حقوق افراد مختلف خود محافظت می‌کند.